یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در امور گسترش این سازمان و کشورهای همسایه در پریشتینا با رهبران کوسوو ملاقات کرد. این سفر در حالی است که کوسوو روز 27 اکتبر سازشنامه ثبات و مشارکت با اتحادیه اروپا را امضا کرد. امضای این سند قدم اول در راه در آینده به عضویت اتحادیه اروپا پیوستن کشور شمرده می شود. هان گفت رهبران کوسوو او را اطمینان دادند که کشور مکالمه را با سربیا جهت عادی ساختن روابط ادامه خواهد داد. کوسوو در سال 2008 استقلالش را از سربیا اعلام کرد. در ماه آگوست دو جانب جهت عادی ساختن روابط یک سلسله توافقات را به امضا رساندند. دادگاه تفلیس پایتخت گرجستان جهت استقرار مأموریت موقت در شبکه تلویزیونی روستوی 2 قرار برآورد. منیجرهای جدید در نشست خبری گفتند که کسی به مستقلیت ایجادی شبکه دخالت نخواهد کرد و بعدی به دست آنها گذاشتن نظارت این تلویزیون یگان ژورنالیست از کار رانده نمی شود. این شبکه خصوصی چند ماه باز درگیر بحث مالکیت بود. دادگاه قبلا حسابهای بانکی روستوی 2 را منجمد کرد. این اقدام را بسیاری ها دارای انگیزه های سیاسی نامیدند که به عقیده طرفداران شبکه علامت دخالت دولت در امور مطبوعات می باشد. دیپلمات‌های آمریکا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به مقامات این کشور یک سلسله یاری‌های امنیتی و تعلیمی سپردند. این یاری‌ها از جمله 5 ماشین را در بر می‌گیرد که از سوی بتالون نیروهای حامی صلح استفاده خواهد شد. برای تعلیم حامیان آینده صلح همچنین مواد درسی ارائه شده است. یاری‌های آمریکا در مراسم تحت رهبری معاون سفیر آمریکا لسلی هایدن سپرده شد. اثرات زمین لرزه سنگین 26 اکتبر تا حال در شهر پشاور در شمال غرب پاکستان از خود درک می‌دهد. شکافات در دیوار قلعه بالای حصار یک بنای تاریخی میراث عصر 16 بزرگتر شده است. همین طور مناره‌های یک مسجد ساخت عصر 17 ظاهراً کج شده اند. بر اثر زمین لرزه 26 اکتبر در پاکستان بیش از 200 نفر هلاک شده و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. این آفت طبیعی هزاران منزل را در ولایت خیبر پختونخوا خراب کرد.